خب سلام، چطوری؟ بچه من این ویدیو که میخوام بذارم و شاید تعجب کنید به این که چرا همه هودی و کاپشن پوشیدن، مگه تابستون نیست؟ آقا این ویدیو مال چند ماه پیشه، منتها به خاطر امتحانام و یه سری درگیری نتونستم، وقت نداشتم ادیت بکنم. الان گفتم که اینو توضیح بدم که تعجب نکنید که چرا الان آپلود کردی، چرا همه کاپشن پوشیدن. دلیلش اینه. برو بریم. الان میخوام از بچه‌ها بپرسم که طبق ماه یا سالی که اینجا بودن یه خوبی و یه بدی از ایتالیا و به عنوان یه دانشجو براتون بگم. خب اومدم پیش ماده عزیز، یکی از دوستای خوبم که نسبت به بقیه دوستان قدمت ایتالیا بودنش در واقع بیشتره. چندین سال اینجا زندگی کرده. ماده توضیح بده که چند سال زندگی کردی؟ من تقریبا 5 ساله، از 2019 آگوست 2019 اینجا. از سال 2019. ولی توی سیسیل نبودی، درسته؟ سال اول فرارا بودم. بعد یه شهر شمالی بود. آره. شهر شمالی بوده اومده بین ونیز و بولونیا. درست. بعد یه سال بعد از یه سال هم اومده سیسیل. می‌خواستم ازت بپرسم که توی این چند سالی که اینجا بودی یه خوبی یه بدی از اینجا، البته خیلی چیزای بیشتری میتونی بگی، ولی خب چیزی که برات بولدتره، یه خوبی یه بدی و بهمون بگو. خوبی اولین چیزی که میاد تو ذهنم به نظر من فرهنگ مردم، خلق و خوی مردم خیلی به ما نزدیک‌تر نسبت به بقیه کشورهای دیگه. به نظر من تجربه که خودم مثلا داشتم بودم. و بعدی اولین چیزی که هر کسی که تو ایتالیا زندگی کرده باشه بپرسی چی میگه؟ کارهای اداری. دقیقاً. خدا نکنه کار اداری گیر کنی. مخصوصا توی کمونه پست ایتالیانه کوستورا. وای اینا رو منم که شما 5 سال اینجایی، من 5 ماه اینجا، قشنگ همه اینا رو لمس کردم واقعا. اگه برگردی به عقب ایتالیا رو انتخاب می‌کنی؟ ببین شاید از خیلی بچه‌هایی که تو ایتالیا باشن بپرسی یعنی بشنون جواب منو فکر کنن که متعصبانه دارم جواب میدم، ولی واقعا اینجوری نیست. من سفر کردم کشورهای دیگه، به یه مدت مثلا خوبی بودم، ولی به نظرم بازم برگردم بازم ایتالیا رو انتخاب میکنی. خیلی جالب بود. تجربه هر کسی تو موجود متفاوته. شاید مثلا دقیقاً توی همین شهر یه شخص دیگه بگه که نه مثلا من برگردم در ایتالیا رو انتخاب نمیکنم. یه دقیقه عینک شفته کلا رشته افکار پاره شد و خیلی ممنون. خواستم ازت تشکر کنم بابت اینکه اومدی. بچه‌ها سوالی چیزی داشتین ماهده جان؟ نه ولی جدی خیلی ممنونم که اومدی توضیح دادی. حالا تو ویدیوهای بیشتر میتونیم راجع به موضوعات بیشتری ماهده رو بیارم و ازش هر سوالی که داشتیم بپرسم. مرسی عزیزم. ممنونم. بریم بعدی. Next. نفر بعدی امانوئل say hi. سلام. سلام. خوبی امانوئل؟ خوبم مرسی. تو خوبی؟ مرسی. بچه امانوئل خودش رزیدنت اینجاست، ایتالیاست و تو سیسیل به دنیا اومده. You were born in Sicily, right? Right. میخوام از خودش به عنوان یه شهروند بپرسم که یه خوبی و یه بدی از ایتالیا بهتون بگه. Let's start with a good point. A good point. Sure. So this country is a beautiful country. So you are not. It's not a boring country. So everywhere you go, so there is something interesting to visit, and also people are very kindly. So to you. One bad thing about Italy is maybe is the bureaucracy. So the public offices are work too slowly. دقیقاً چیزایی که مورد For everything. So you need to wait a lot of time. Anyway, so it's horrible. Yeah, so I have another question. Do you want to stay in Italy for the rest of your life? It's a nice question. Immigration or not? If I want to immigrate in other countries, just maybe so to have another experience abroad. Just for that, but sure. Just for the experience. You don't want just to leave no, and no, stay. no, because just to improve Italia. myself and come back and improve my country. Great. Sure. میگه که اگه هم بخوام برم دوست دارم که برم و یه چیزی یاد بگیرم و برگردم کشور خودم رو بهتر بسازم. Thank you so much It Ali. was a pleasure. خدافظ. مرسی. خدافظ. Next, please. Next. نفر بعد فرباد جان لطفاً بگو که اولا که چند وقت اینجایی؟ حدوداً 2 سال.
فرهاد جان حدود 2 ساله اینجاست، میخوام ازش بپرسم که یه خوبی و یه بدی از ایتالیا بگه. خیلی چیز زیادی برای گفتن هست ولی یه خوبی و یه بدی که تو ذهنت بولتره رو میخوام. اول از خوبی شروع می‌کنیم. یه خوبیش آب و هوای خیلی خوبشه، خیلی نزدیک به ایرانه و غذای خوشمزه، آدمای مهربونی. یه خوبی سه تا گفتم سریع جان. آره همونجوری که می‌بینی الان تابستونه ولی خب داره بارون میاد و واقعا آب و هوا یه جوری که نه خیلی سرد میشه نه خیلی گرم، همیشه متعادل. بعدی هم میگی؟ بعدی رو بگم. بعدی نه بعدی. آره فرصت‌های شغلی به اون صورت وجود نداره. برای همه رشته‌ها نیست فرصت شغلی. Next, please. Tomorrow. بریم بعدی ببینم دیگه کیو میتونم پیدا بکنم. محمد یه خوبی یه بدی از ایتالیا میگی؟ خوبی تو محیط حالا دانشگاهی که خیلیا چند وقت اپلای میکنن و میان، که خوبیایی که داره اینه که میتونی چند تا امتحان یه امتحان رو چندین بار بدی. برای ایران که بیوفتی دیگه میری برای ترم و بعد تو ایتالیا هر چند بار که بخوای میتونی امتحان رو بدی. خب یه بدی هم بگو. بعدیش توی حالا مسئله کاری اینه که حقوقی که بهت میدن به نسبت بقیه کشورها خیلی کمتره. مرسی محمد جان. خدا حافظ بچه‌ها، مرسی. من از زمان خدا. Next. سلام کیمیا هستی. کیمیا چطوری؟ خیلی هم پر انرژی وارد کات شدی. عزیزم بهم بگو که اولا که تو ایران چیکار میکردی و واسه چه رشته‌ای اومدی؟ من تو ایران مدیر و کارشناس آموزش مؤسسه سفیر بودم. رشته زبان ادبیات انگلیسی خوندم توی کارشناسی و الان ارشد رو تجارت بین الملل می‌خونم. خیلی هم عالی. یه خوبی یه بدی از ایتالیا میگی تا اینجای کار؟ اول خوبی رو بخوام بگم اینه که خیلی مردمش مهربونن، خیلی خونگرم و خفنن، ولی عیبش هم اینه که به عنوان یک کشوری که خیلی توریست داره خیلی کم. عیبش هم اینه که به عنوان یک کشوری که خیلی توریست داره مردم خیلی کم انگلیسی بلدن، حتی نسل جوونش که خب خیلی کمتر میشه کامیونیکیت کرد باهاشون. خیلی ممنون عزیزم مرسی. Eternity later. امروز اومدم توی کمپس دانشگاه و نفر بعدی رو تصمیم گرفتم که یکی از بچه‌های دکترا رو بهتون نشون بدم، به خاطر اینکه بچه‌هایی که تا الان دیدین همه مقطع ارشد بودن. بریم سراغ دکتر مرادی. دکتر جان سلام. احوال شما خوبی؟ صحبتون بخیر. اولا که می‌خواستم ازتون بپرسم که چند وقته اینجاین و چه جوری اومدین؟ من تقریبا بیشتر از 2 سال و نیمه که اینجام توی شهر پالرمو تو ایتالیا و برای مقطع دکترا من پذیرش گرفتم. تو فصل اپلایش اقدام کردم و بعد مصاحبه پذیرش شدم. بسیار عالی. دکتر جان تو این چند سالی که اینجا بودین یه خوبی و یه بدی از ایتالیا بهمون میگین؟ حتما. یه خوبی که بخوام بگم اینه که یه شهر زنده یه پالرمو، خیلی نایت لایف قشنگی داره، مردم اکثرا با توریستا تا آخر شب بیرونن و این خیلی برای یه دانشجو به نظرم میتونه یه چیز جذابی باشه. عالیه. بعدی شهر زنده به نظرم ایتالیا باشه. بسیارم عالی. یه بعدی هم میگین؟ بعدی دیگه بریم آفیس. My office? اومدیم آفیس دکتر. دکتر جان بعدی ها رو میگین؟ خب راجع به بدی‌ها بخوایم حرف بزنیم، بدی‌ها متفاوت شهر به شهر. یعنی بدی که برای جنوب ایتالیا هست بدی برای شمال ایتالیا ممکنه صدق نکنه، ولی یه بدی کلی برای ایتالیا بخوایم بگیم اینه که کارهای اداری توی ایتالیا بی‌نهایت کند انجام میشه و نامنظم و این خیلی آزاردهنده و اعصاب خورد کنه. بسیار هم عالی. مرسی دکتر جان. Thank you. Bye. خب اولا که اگه رسیدی به اینجای ویدیو خواستم ازت تشکر کنم که این ویدیو رو تا آخر دیدی. من اگر که اوکی باشین توی کامنت برام بنویسید پارت 2 این ویدیو رو هم درست میکنم، به شرطی که توی کامنت برام بنویسید که دوست دارید پارت 2 رو درست بکنم یا نه. و اینکه اگر که شما هم توی ایتالیا زندگی میکنین و مطلبی جا مونده بازم توی کامنت برام من بنویسید که توی پارت 2 بهش اشاره بکنم. راستی لایک و سابسکرایب هم یادت نره. چاو راگاتسی.